جهان با تو به شکوه رقصی پروانه است. همیشه و همیشه چنین بوده، بعد از اینم چنین خواهد بود، چون تو همه چیز رو تعیین میکنی. تو که به من روح میدی، تو که به من توان ادامه زندگی میدی و در کنار من قرار گرفتی. فامیلien är på flykt från Göteborg. فامیلی که داره یوتوبری رو جا میذاره و میره، چرا که تهدیدشون کردن و تروریست ها اینا رو تهدید کردن، این جوجه تروریست های شهر ما، و اینا دارن شهر رو ترک میکنن، دارن کشور رو ترک میکنن یا شهر رو. فرون یوتوبری به هر حال اینا قشنگ نیست. 3 زن رو گرفتن دیروز در پاریس. اتهامشون اینه که آماده داشتن میشدن ترور انجام بدن. یکی از زنها وقتی گرفتنش با چاقو حمله کرد به یه پلیسایی که گرفته بودنش، یه پلیس رو هم زخمی کرد. و همچنان ناامنی های شهر محل زندگی ما داره گزارش میشه، پشت سر هم پلیس و خواهیم دید که چگونه خواهد بود. توگمد دیل بروتس پلاس، همه اینا رو بهشون خواهیم رسید. 12 ساله پوکه هیتا درنگناد، یه بچه 12 ساله غرق شد تو این هوای خوب. هلیکوپترهای نجات ردنینگ دارن دنبالش میگردن که بلکه بگیرنش از تو آب، ولی او رفته دیگه. بادادم فامیلین پوشوان نرهان بادادم فامیل. فامیل چه کار میکرد که نگن جلو نرو، نمیخواد بری جلو. صبح شما بخیر باشه، بامدادان بر شما نیکو باشه. نمیشه که با خبرهای بد شروع کنیم که قرار ما بر این نیست، که حتما باید خبرهای خوش هم داشته باشیم و اون خبرها رو ما برای شما پیدا میکنیم اونجا که غرور ایرانی ارضا میشه. وقتی که خانم زاهدی در سوئد، بله خانم زاهدی در سوئد جایزه بزرگ علمی خودش رو میگیره. کره شمالی بزرگترین آزمایش اتمیش رو انجام داد، خودش اعتراف کرد 5مین آزمایش هسته‌ای خودش. اینا میخوان به کجا برسن؟ چی میخوان اینا؟ گرسنه هستن، توجه میخوان یه خورده هم مثل جنوبیا به اینا برسی. دولت ترکیه 11,000 معلم رو به ضمن ارتباط با پکاکا تعلیق کرد. در اون محل کردنشین ترکتازیای اردوغان رو داشته باش. 11,000 معلم از کجا میخوان زندگی کنن؟ چگونه میخوان امرار معاش کنن؟ نه اینا میرن ملحق میشن رسما اون وقت به پکاکا. کاری که در مهاباد من شاهدش بودم، هر چقدر رژیم اسلامی به این کردا ظلم میکرد، اونا بیشتر و بیشتر میرفتن به گروه های مبارز علیه ظلم متصل میشدند. در سالروز فوت احمد شاه مسعود، شیر دره پنشیر، خوشبختانه اتفاقی نیفتاد. طالب‌ها بی نهایت مایل بودن ضربه بزنن و از او انتقام بگیرن. پسر جوانش داره نماز میخونه، داره دعا میکنه. باید باشیم تا پلی بشیم بین گذشته و آینده. بیشتر و بیشتر خواهیم را به جنگ. خبرها مجازات مرگ برای اسید پاشی در هند تعیین کردن. آفرین. 10 نفر الان در یه تلکابین در ارتفاعات آلپ به تله افتادن و دارن نجات میکنن که اینا رو بلکه جونشون رو از این مسئله به درد ببرن و نجاتشون. در درگیری میان پلیس کابل، محافظان، نماینده هرات در مجلس، یه مأمور پلیس کشته شد. میبینید پشت سر هم دنبالشون هستن. گفتگو با احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود رو گوش خواهیم کرد. بعدن چقدر شبیه پدرشه، چقدر شبیه پدرشه. میگه پس توقع داری شبیه پستچی محل باشه. پدرشه دیگه، پدرش اینو به وجود آورده. صبح شما بخیر باشه. بامدادان نیکو. انتقاد کیروش، نگرانی های کارلوس کیروش از مسابقه فوتبالی که در راه داریم با ازبکستان. داوری رو فدراسیون فوتبال آسیا تعیین کرده که این داور دشمن ایرانیات. از بس رفتن تو فیسبوک فوش دادن کار خیلی مصطلح آسونه برای ما ایرانیان، کاملا مصطلح. چرا؟ برای اینکه وقتی ما منطق نداریم فوش میدیم.
وقتی بلد نیستیم حرف بزنیم فوش میدیم، داد میزنیم. حاج علی کربوالایی میگه حاج آقای محل اون میگه هنوز داره دنبال کاپودا میگرده، فوش میده، حرفای احمقانه بیچگانه میزنه. به قول آقا داوود دوست ما حرفای بیچگانه میزنه. صبحتون بخیر باشه، بامدادان آدینه بخیر باشه. با لبخند آغاز خواهیم کرد آدینمونو، نگران نباشید. اسکو و همینطور کلید فورسلنینگن اوکار، این مغازه‌های فروش لباس و کفش همینطور دارن میرن بالا. و هامبورگ ما رو شکست داده. اوبل گوستاو آدولف توری فور واندلاس دیلیت مینی هامبورگ، نه خیر، نو تار هامبورگ اوور یوتوبور. گوستاو آدولف توری ما رو که میریم در اونجا برای تظاهرات، حالا دیگه هم نمیریم. برای چی؟ برای اینکه زندگی دیگه فرق کرده، یعنی دیگه کسی به فکر این صحبت ها نیست، اعتمادا سلب شده و این خبری بسیار غم انگیز. اسکولان هت ای دبات امنه کمون فول مکریگ نشستن و هنوزم در مورد یوتوبری به ویژه جلسات پشت سر همه نجات بدن یوتوبری رو، نجات بدن یوتوبری رو. بامدادان بر شما نیکو. 2 شماره تلفن 52 41 14 و 14 44 27 به شما، ما رو به شما پیوند خواهند داد. kianiran.com تارنما وبسایت هم سیدان ماست و همینطور کیان ایران فم 5 /yahoo.com ایمیل آدرس ماست. موبیل همراه من 0762 98 91 و 99 خواهد بود. فیسبوک ما رو مبادا فراموش فرمایید که قیامتی است از اجداد. درست مثل این که پردیس امروز رو نباید فراموش بفرمایید. صبح بخیر استاد، منی پردیس ایدا چورکه ها کوبیده رو عشقه، خورشت کشک بادمجان رو عشقه، در کنار کوبیده بزرگ هر چه میخوایی میل کن، کشک بادمجان، چلو کباب کوبیده و ایندیسکا شیکلینگ داریم امروز. مرغ خورشت مرغ هندی داریم، البته خورشت نیست، ایندیسکا شیکلینگ گریتا، تکه تکه اینا رو بر شما گریل کردم، بسیار خوشمزه. تورش فیله داریم امروز، فیسک ماهی. آسیاتیسک داریم، بازم بگم میخواین هنوزم. سالاد بوفه داریم به چه بزرگی. نیباکاد برود داریم، چه نونای خوشمزه بود. آی فیروز این نونا رو از کجا اینجوری عمل آوردید؟ این نونای هندیه و واقعا خوشمزه است، با خشخاشی که روش باشیدن. یه نوع بربری اصلا، بربری لاغرتر و بربری بزرگ نایس رو هم هیچ وقت فراموش نخواهیم کرد. پردیسی ها دستا بالا، نایسی ها دستا بالا. حرکت بریم به سوی زندگی. خبرهای خوب از ناحیه کیان ایران برای شما بیاد. یک شرکت تازه به ما ملحق شدن، شرکت بزرگ، امیدوارم بین المللی بشه اصلا. ویتال بمانینگ به شما کمک میکنن کار پیدا کنید در شکلی بسیار سریع، شکلی مثبت، اما کمک میکنن به شما. اداره کار از بین 10 شرکت های مشابه ویتال ایرانی رو برگزیدن، آمدن نگاه کردن، نحوه کارشون دیدن، نحوه کاریش موفق. 3 2 1 کمان لتس گو 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 گو. هندی ها آمدن موزیک آدینه ما رو که سنت شکنی نکنیم. بیا 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 گید هندی ها با اون لهجه شیرین انگلیسیشون، اکسنت آمریکایی ندارن، اکسنت انگلیسی دارن. میخواد بگه گود میگه گید، میخواد بگه نو میگه نه. 3 و 2 و 1 زنگ مدرسه.